کاظم ماشینو بیار اینجا. عبدالمماتی راهو باز کنین. حالتون خوبه؟ خوب. لعنتیه. اونا کی بودن؟ افراد اسکندر تیمسار. پولاد علمدار تیمسار رو تعقیب میکنه و ما نمیفهمیم. آره گورای قربان اصلا انتظارشو نداشتیم. میدونی اگه تیمسار به آنکارا برسه چی میشه؟ گورای اگه این اتفاق بیفته باید بری خودتو دار بزنی. برو دنبال پولاد علمدار. جریانو به مرکز خبر بده الهان. بگو تدابیر امنیتی لازم رو اتخاذ کنن. ما میریم آنکارا. چشم قربان. اگه مایل باشید با هم بریم. متشکرم پولاد. اما اگه تو رو با من ببینن ممکنه برداشت دیگه ای بکنن. بذارین هر برداشتی میخوان بکنن. میگن تیمسار داره اسکندر رو نابود میکنه تا افراد پولاد علمدار رو سر کار بیاره و این اتفاق بیشتر از همه به ضرر کشورمونه. اما تیمسار جونتون در خطره. زندگی من هیچ اهمیتی نداره. برای من مهم پایداری و آینده این مملکت. فهمیدم. یه دقیقه صبر کن. تیمسار مرکز رو در جریان گذاشتم. همین الان یه هلیکوپتر میفرستم. بگو هلیکوپتر نظامی نفرستن. میدونی که بینمون خبرچین زیاده. هرچی شما امر بفرمایید قربان. کنان هلیکوپتر نظامی نفرستین. یه هلیکوپتر معمولی باشه. اسکندر بین شما جاسوس داره. اسم رمز کسی که گزارشو برای شما آماده کرده میدونستن. اونا از همه نقشای شما با خبرن تیمسار. اصلا نگران نباش. به محض اینکه برگشتیم اون خائنو پیدا میکنیم پولاد. شما اسکندر رو چقدر میشناسید؟ خیلی خوب میشناسم. میدونم کیا انتخابش کردن و برای چی انتخابش کردن. همشون از بین میبریم. نه اسکندر میمونه و نه افرادش.
کاکا آره؟ حالا دیگه من باید آخرین نفر خبردار بشم؟ نگو آقایون داشتن میرفتن عملیات. خودمونم نمیدونستیم قراره اینجوری بشه. اینا دیگه چجور جونه برایی هستن؟ حتی مافیا مأمور دولتی رو نمیکشه. یعنی اینا ترکن عبدال؟ بهت خبر میدم. قربان قراره با هلیکوپتر برن آنکارا. بگو هرچه زودتر محل فرود هلیکوپترم پیدا کنن. به بچه ها بگو که خمپاره انداز آماده کنن. چشم قربان. گوش کن، هلیکوپتر باید سقوط کنه. تو برو اونجا. زود باشین پیاده شین. ما همین الان رسیدیم. منتظر شما هستیم. دارن میان. مگه قرار نیست منم با شما بیام؟ نه الهام، تو همینجا بمون و کارا رو سر سامون ببر. من همراه تیمسار هستم الهام. میخوام هر دوتون تو استانبول بمونی. توی فاصله باید هر طوری شده اسکنتر افرادش رو پیدا کنی. هرچی شما امر بفرمایید قربان.
بیا تا پیشونی تو ببوسم. ببینم تو میخوای با هر حدث منو بیاری بیمارستان الوان خانم؟ مثل این که من با یه نگهبان ازدواج کردم، نه پرستار. منم نمیدونستم شما اینقدر کله شق هستین آقا ابراهیم. اگه میدونستی چی؟ نتیجه آزمایش خونشون خوب نیست. خلیل ابراهیم بیگ باید برای مداوات تو بیمارستان بموند. قبول نمیکنه آسو خانم. بهش بگین میمیره، حتما قبول میکنه. درست به همین دلیل راضی نمیشه. میگه من که مردنی هستم، دیگه چرا خودمو درمان کنم؟ یعنی دلش به حال زنش هم نمیسوزه؟ کی؟ خلیل ابراهیم بیگ. پس داری میری ارهان جان؟ بله تونجای بیگ، اومدم بابت همه چی تشکر کنم، اما راستش به خاطر داییم ناراحت شدم. ارهان دوست عزیز، اگه آقا خلیل شما رو با این حال ببینن حتما درمانو قبول میکنن. مگه حال ارهان چجوریه آقا حسنی؟ این مزخرفات چیه که میگی؟ میبینی پسرم، من اومدم دنبال تو اما خودم گیر افتادم. حالتون چطوره دایی؟ خوبم. این سرم حالمو بهتر کرد. الوان خانم، دایی از همون قدیمان بدقلق بود، هنوزم همون جوریه؟ مگه به شما چیزی گفته آقا ارهان؟ میگه نمیخواد بستری بشه. بس دیگه، من اینجا دارم خفه میشم، حوصله‌ام سر رفت دیگه، نمیتونم اینجا را تحمل کنم. بریم بیرون و یه چیزی بخوریم پسرم. دایی خواهش میکنم انقدر لجبازی نکنی. پسرم من با مریضیم لج کردم، با شماها که لج نکردم. شما چرا به خودتون میگیری؟ خوش اومدین.
آقایون تا ماه ژوئن راحتیم. هر کی رو هر جایی خواستیم میتونیم منصوب کنیم. MJ211 هنوز زنده است. مهم نیست، اونم میکشیم. بالا دست، پایین دست، همه رو میکشیم. استاد شما تو ادارات دولتی و فرمانده هم بین نظامی ها هر کاری لازمه انجام بدید. نمیخوام حتی یه نفرم از افراد بزرگان مزاحم کارمون بشه. اما اسکندر کبیر، افراد ما برکنار شدن. نمیتونیم کسی رو جانشینشون کنیم؟ میتونیم، اما یه شب امکان نداره. عجله‌ای نداریم. سرهنگ الهان از محتویات پرونده خبر داره؟ اینم میفهمیم. اگه خبر داشته باشه کشته میشه، اگه خبر نداشته باشه بازنشسته میشه. تقاص ترور تیمسار رو ازمون میگیرن، راحتمون نمیذارن. آقایون برای اینکه تو درد سر نیفتیم یلدیزو لازم داریم. اون میتونه افکار عمومی رو قانع کنه که قتل تیمسار سعدی کار ما نبوده بلکه کار سازمان بوده. نگران نباشین، این موضوع هم حل میکنیم. یه سناریوی مناسب براش در نظر گرفتیم. اگه بتونیم برای آزادی کسی که با یه اسلحه تو دستش دستگیر شده هم یه سناریوی مناسب بنویسیم عالی میشه. مخصوصا این که کسی نمونده که از جرم یلدیز خبر نداشته باشه. کی دیده یلدیز چی کار کرده؟ اظهارات 3 تا مأمور پلیس و یه زن خائن واسه انداختن یلدیز کافی نیست. استاد شما از چیزی ناراحتین؟ چرا نمیخندین؟ من دلیلی نمیبینم که بی خودی بخندم اسکندر کبیر. استاد حق دارن، ایشون از مرگ تیمسار نگران شدن. جای نگرانی نیست. چطور نیست اسکندر کبیر؟ یه تیمسار مملکت رو کشتین، چطور جای نگرانی نیست؟ بفرمایید آقای دادستان. میتونم بشینم؟ بفرمایید خانم. من هر چی که میدونستم و به شما گفتم. من اسرار زیادی راجع به یالچین یلدیز میدونستم، برای همین میخواست منو بکشه. میخوام تقاص این کارش رو پس بده. جناب وکیل، شما چیزی دارید به اظهارات جولیدا خانم اضافه کنی؟ فعلا حرفی برای گفتن ندارم آقای دادستان. شما چی آقای وکیل؟ بله قربان. موکل من یلدیز بیگ خیلی ناراحت هستن، چون مستقیم یا غیر مستقیم نقشی تو این جریان نداشتن. آقای دادستان، خانم جولیده وقتی متأهل بودن با مردی به اسم سینان سلماز رابطه داشتن که از طرف اون مورد سوء قصد واقع شدن. دروغه. آقای دادستان، من سندی دارم که ثابت میکنه سینان سلماز و خانم توروس قبلا با هم رابطه داشتن. در ضمن نامبرده اعتراف کرده که قصد کشتن خانم جولید توروس رو داشته. دروغه. من 4 ساله که سینانو ندیدم. سینانو خریدن آقای دادستان. یالچین یلدیز به من شلیک کرد. شاهدی بهتر از خود من میخواین؟ من که نمیفهمم. ما با هم راجع به کشتن تیمسار حرف زدیم و توافق کردیم. درست نمیگم فرمانده؟ حرف زدیم، اما سر نحوه کشتن اونم به این شکل توافقی نکردیم. قرار بود قربانی یه تصادف بشه. کی باور میکنه که یه تیمسار بر اثر تصادف کشته شده؟ میخوان باور کنن میخوان نکنن. مگه علت مرگ اشرف بلتیز هم خرابی و سقوط هواپیما عنوان نشد اسکندر کبیر؟ شما میدونین که موقع انجام هر عملیاتی همیشه با یه سری اتفاقات غیر منتظره روبرو میشیم استاد. وقتی بلایی به اسم پولاد علمدار جلوی راهمون ثبت شد مجبور شدیم. دلیلش هرچی میخواد باشه، مرگ تیمسار موجب سر و صداهای زیادی میشه. ممکنه ما بتونیم تو رسانه ها هرچی دلمون میخواد بگیم، اما اسکندر کبیر باور کنین که دیگه نمیتونیم مردمو گول بزنیم. مردم ببینم این مردم بدبخت که همیشه سرشون به کار خودشون بوده، از کی تا حالا با ما طرف بودن که حالا باشن فرمانده؟ چیزی به اسم اراده مردم نداریم دوستان. این ساخته خودمون تو اتفاقات سال 1900. اسکندر کبیر قبول کنین که اشتباه کردین. ممکنه هر نقشه‌ای که تا حالا کشیدیم نقشه براب بشه. قبول میکنم و مسئولیتشو میپذیرم.
ممکنه نحوه کشتن تیمسار اشتباه بوده باشه، اما اگه مدرکی که تو دستش بود به آنکارا میرسید، اون وقت نه کودتایی میموند، نه انقلابی و نه شما و نه من. جولیده خانم، چرا راجع به این یارو حرفی نزده بودی؟ چی باید میگفتم؟ من قبلا اونو میشناختم. اصلا ربطی به این پرونده نداره. من که نمیفهمم. چیو نمیفهمی؟ طرفو قانع کردم، به یه نحوی اونو درگیر این جریان کردم. احتمالاً اثر انگشت روی اسلحه رو تغییر دادم. اگه شما به همه دنیا بگین که یالچین یلدیز به من شلیک کرد، مدارک چیز دیگه ای میگه. حالا چی میشه؟ یالچین یلدیز امشب تو خونش میخوابه، نه تو زندان. این حادثه درست ساعت 8 صبح امروز اتفاق افتاد. تیمسار سعدی به منظور شرکت در گرد همایی سالانه وزارت دفاع در حالی که با اتومبیل ضد گلوله به سمت آنکارا در حرکت بودند، مورد حمله تروریستی قرار گرفتند، اما از این حادثه جان سالم به در بردند. پس از این حادثه و زمانی که تیمسار سعی داشتند با هلیکوپتر خود را به آنکارا برسانند، برای بار دوم مورد سوء قصد واقع شدند. در جریان این حادثه هلیکوپتر ایشان مورد اصابت خمپاره قرار گرفت که به سقوط هلیکوپتر و کشته شدن ایشان انجامید. خوشحالم حضور شدید. ممنونم گورای جان. اسکندر چرا همچین کاریو کرد رئیس؟ این آخرین شانسش بود مماتی. اگه پای تیمسار به آنکارا میرسید دیگه اسکندری وجود نداشت. اونی که کشته شده یه تیمسار ارتش بود. تیمسار ارتش. رئیس، این اسکندر کیه؟ حقیقت رو به ما بگو. اسم و فامیلش رو خودمون بلدیم. مماتی، سرم درد میکنه، الان نمیتونم توضیح بدم. اگه بخوام توضیح بدم باید با گروه اتحاد و ترقی شروع کنم و با گلادیو تمومش کنم. آدمای وطن فروش زیادی و باید اسم ببرم و تو هم بیشتر گیج میشی. باشه؟ عبدال بهت میگه. تو میدونی عبدال؟ اگه اینطوره پس چرا این همه مدت چیزی نگفتی ها؟ من از کجا بدونم رفیق؟ منم مثل تو گیج شدم. خب این بزرگایی تو چی میگن رئیس؟ این اسکندر یه وقت از افراد اونا نباشه. چی داری میگی مماتی؟ میگم اینا دو جانبه کار نکنن رئیس. همچین چیزی نیست. قبلا یه مدتی اسکندر براشون کار میکرده اما بعد بهشون خیانت کرده. خب رئیس، حالا ما باید چی کار کنیم؟ این یارو رو چطوری پیداش کنیم؟
لطفاً چشماتون رو ببندین. میدونین که به خاطر مسئله امنیتیه. بیا تو. قربان، یلدیز از زندان اومده بیرون. میدونم. چطور ممکنه داوود بیگ؟ ما گذاشتیم زنده بمونه که بره زندان آبخنک بخوره، اما الان یارو داره اون بیرون کیف میکنه. میخوای بگی نباید اونو دست کم بگیرم، نه بلوت؟ خب معلومه داوود بیگ. حالا چی کار باید بکنیم؟ بشین. ما باید با یلدیز همکاری کنیم. چطوری باهاش همکاری کنیم؟ اون به ما خیانت کرد. من باهاش همکاری نمی کنم. دخترم این کار میکنه. جسارت منو میبخشید، اما دخترتونم خیانت کرد. بذار همه افراد اسکندر دور هم جمع بشن. بذار فکر کنن که دارن ما رو کنترل میکنن. بذار پولاد فکر کنه میتونه اونا رو بکشه. آخرش ما همشون رو سر به نیست میکنیم. چطوری؟ همین الان گفتید که نباید دست کم بگیریمشون. ما اونا رو دست کم نمیگیریم. بارمون رو میندازیم روشونه هاشون. اونا زیر این بار له میشن بلوت. عزیزم نمیدونم بابا چرا تو رو بخشید. یعنی چی نمیدونی فاد؟ عزیزم من فؤادم، برادر تو. مدرک دانشگاه هارواردو با پول و رشوه گرفتم. همون فؤاد به درد نخور، فؤادی که خودشو درگیر کارا نمیکنه. یادت میاد؟ بلود چیزی به تو نگفت؟ میخوای آخرین حرفی که بلود به من زد و بشنوی؟ چی گفت؟ گفت این روزا زن خوشگل مجرد تو ترکیه سخت پیدا میشه. چطور میتونی اینقدر نسبت به همه چی بی تفاوت باشی؟ اینم خصلت منه دیگه، بی تفاوت موندن. عزیزم تو که بابا رو بهتر از من میشناسی. اگه تو رو بیاره سر کار مثل این میمونه که اسکندر کبیر رو آورده سر کار. من عروسک خیمه شب بازی کسی نیستم. پدرتون میخوان شما رو ببینن اینجا خانم. از همین حالا بهت تبریک میگم عزیزم. یادت باشه میتونی رو من حساب کنی. ممنونم. به احتمال قوی یلدیز برمیگرده همینجا. عزیزم فقط همین مونده بود که یلدیز برگرده اینجا. ببینم بابا سرش به جایی خورده؟ از این طرف قربان. بیا یلدیز جان بیا. قربان بابت همه چی ازتون ممنونم. یلدیز جان هر دومون به اندازه کافی تو زندان استراحت کردیم. الان دیگه وقت کاره. من حاضرم قربان. بگین چی کار کنم؟ خب معلومه یلدیز، برگرد سر کار قبلیت.
داوود قراره اینجی رو دوباره برگردونه سر کار. واقعا؟ میتونم بپرسم چرا نظرتون عوض شده؟ دیگه خسته شدم اینجی. میخوام کمی استراحت کنم. تکلیف فؤاد که معلومه. اینجا رو هم نمیخوام بسپرم دست غریبه ها. بابا تو یه عروسک خیمه شب بازی میخوای، منم نمیخوام عروسک خیمه شب بازی باشم. میدونم. اینم میدونین که هنوزم با اسکندر رابطه دارم. اونم میدونم. به خاطر اسکندره که میخوای منو مدیر اینجا بکنی؟ تو زندگی کاری و خصوصی تو با هم قاطی میکنی؟ نه. کاری که تو در حق من کردی نه فراموش شدنیه و نه بخشیدنی. ولی من میبخشمت اینجی، اونم فقط به یه دلیل. چه دلیلی؟ جوونی خودمو در تو میبینم، حرص و آرزوهام و کل شقیمو. یلدیزو میارم رئیس بخش رسانه میکنم. اگه دست من بود میگفتم نه. قرار بود اختیار کامل داشته باشم. واسه همین نمیگم نه. هر کیو دوست داری بیار. فقط یه خواهش دارم، باهاش حرف بزن. نه تو دست و پای من بلوله، نه تو دست و پای بلوت. نمیخوام به هیچ عنوان این دو نفر به هم نزدیک بشن، فهمیدی؟ جریان تیمسار سعدی رو شنیدم. کی مسئولیتشو به عهده میگیره؟ سازمان یعنی کیا؟ باید مشخص بشه. منظور چیه؟ باید یکی رو به مردم معرفی کنیم، یکی که سابقه داشته باشه و البته کاراش توجه و نفرت مردم رو به خودش جلب کنه. فکر نمی کنم یه همچین احمقی پیدا بشه یلدیز جان. باید پیدا بشه اسکندر کبیر. ممکنه الان تو رسانه ها یه حرفی بزنیم و مردم هم چیزی نگن، ولی همیشه یه علامت سوال تو ذهن مردم باقی میمونه. میدونین اسکندر کبیر به نظر من یه چیز واقعی، اثر خیلی بهتری رو مردم داره. نه، من مخالفم. خودتون بهتر میدونین، اما به نظر من سازمان تنها کافی نیست. باید یکی رو بفرستیم جلو. باید این فرصت رو به مردم بدیم تا عقده هاشون رو خالی کنن. بعدش هم از دست دولت بابت فریبکاری عصبانی بشن و بریزن تو خیابونا. اینجوری با یه تیر دونشون میزنی. تو یه قربانی میخوای یلدیز؟ مرو. بینندگان عزیز، تحقیقات راجع به شهادت تیمسار سعدی نشان می‌دهد که این سوی قصد با شلیک یک آرپیجی صورت گرفته است. به گفته مقامات راکت‌ها از شمال عراق وارد ترکیه شده و توسط سازمان‌های انقلابی مورد استفاده قرار گرفته است. چتن می‌بینی سازمان به چه حال و روزی افتاده؟ فقط یه ابله میتونه تو این شرایط همچین تاکتیک و استراتژی تحریزی کنه. فقط یه احمق. راست میگی رئیس. رئیس این دکترها گریه میکنن که پول ما رو بدی. پولی نداریم. این پول مردم ستم دیده است. رئیس اینا دکترای بیمارستان کاپیتالیستان، نه مردم ستم دیده. ببینم این کاپیتالیستا پول از درخت خونه شما چیدن؟ آره احمق. یعنی از مردم دزدیدن رئیس. این پولو به کسی نده. چشم. ممنون. رئیس تو دفترشه؟ آره. حالت چطوره ارهان؟ ممنون، متشکرم. ارهان، عبدال، بیاین تو آشپزخونه بشینیم. هم یه چیزی میخوریم و هم صحبت میکنیم.
اینجا بدون بچه ها خیلی دلگیره. حالتون چطوره؟ خوبم سلطنه خانم. بشین ارهان، یه چایی برش بیار. دستت هنوز درد میکنه ارهان؟ نه برادر. خوبه. دست مصنوعی تو کی میذارن ارهان؟ باید یه مدتی بگذره. بفرمایید آقا ارهان. ممنون. ممنون. هی داده بیداد. همش فکر میکنم در باز میشه و دوستان میان تو، اما نه. نوزاد، پرموز، ارم. این اسکندر اومد همه رو لطپات کرد و رفت. هر طور شده انتقامشون رو میگیریم ارهان. اینو نگفتم که ناراحتت کنم ارهان. اسکندر یا هر کس دیگه ای ما انتقاممون ازش میگیریم. دستور مقامات بالاست. نباید تو اذهان عمومی اسمی از اسکندر برده بشه. مقامات زده به سرشون؟ این میتونه برای دولت عواقب بدی داشته باشه. کسی این ریسکو قبول نمیکنه. یعنی همشون از اسکندر میترسن؟ بعضیا میترسن، بعضیا میگن زمان مناسبی نیست، یه عده میگن ببینیم بعد چی میشه. فهمیدم. بازم پشتمو خالی کردن. سرهنگ الهام کی میاد؟ الان دیگه میرسه. متشکرم رئیس. شما هم خسته شدید. من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. چرا از دست من عصبانی هستی پولاد علمدار؟ من عصبانی نیستم. راستش از این که هر دفعه به یکی امید میبندم و ناامید میشم خسته شدم. ببینین، دست و پای منم بستین. نه پولاد، الان وقتش نیست. نه پولاد، منافع دولت در خطره. نه پولاد، نکن. نه پولاد، نرو. من میتونم کار اسکندر رو تموم کنم، اما نمیفهمم اونایی که ازش حمایت میکنن کیا هستن، بین خودیان یا نه. تا حالا صبر کردم چون میترسیدم یه عده بیگناه این وسط قربانی بشن، اما دیگه نمیتونم تحمل کنم. همه میدونن که اون به دولت وابسته است. هر وقت قراره تقاضا بس بده همه میگن امانش بده، و این مردم هستن که باید هزینه‌شو بدن. منم دادم و الان وقتش تقاضا بس بده.